خلاص اینی فتاواست. عالم ما بیچاره چشمش باز نشده که در دنیا یک چیزی دیگر هم موجود است یا نه. اگر کتابای علمای دیگر ببینه باز بعد از میدانه. وقتی که فتاوای شیخ الاسلام ببینه که 37 جلد و کل مسائل دین فتاوا داده، مدلل سند ذکر میکنه. من که پیسه داشته باشم چی؟ پول داشته باشم چی میکنم؟ بگوی یک عالمم بی فتاوای شیخ الاسلام نمیمانم. یک فتاوا را برش میخرم خلاص انشالله یک سال بعد بگیره میبینی که سلفیست. حالی مردم به مذهب دعوت نمیده، میگه به کتاب الله و سنت رسول الله. چرا؟ برنامه انبیاء علیهم السلام است که مردم از پراگندگی جمع کنه. امروز بیچاره چون که نمیفهمه ما را میگه تفرقه را یا انداخته، اختلاف جور کرده. اختلاف سابق شما جور کردی، امت به دیگه طرف برده، رای پیغمبر را سری مردم گم کرده. حتی در نمازهای تانم نام مانده که از دیدگاهی کی امام ابو حنیفه. خیر ما چطور کنیم؟ تفرقه را ما جور کردیم یا شما؟ چیزایی را کشیدی که امام ابو حنیفه رحمه الله از او بیزار است، اعلان بیزاری میکنه، لیکن تو کشیده به نام چی؟ مذهب حنفی. در مذهب حنفی 3 و 4 نان دادن است، جمعه و چلی است، سال پورگی است، گنبد جور کردن سری قبره است، سفر کردن برای قبره هست، الی اسقاط هست، تو برام نشان بده، تجلیل نوروز هست، میلاد هست. در مذهب حنفی بکش برام نه کجاست؟ تو گرفتی از خود اونمو خواسته های خود که برآورده میشه او را به نام حنفی دنبالش نوشته کردی او رفته در بدر کدی اومده جدا یا نفیس شافعی. دوستای ما از محمد ابن عبدالوهاب زیاد بد میبره. خبرداری محمد ابن عبدالوهاب کیسته؟ یک روز در حرم شریف تو در مکه مکرمه 4 جماعت میشد. چند؟ یک نماز دیگر 4 دفعه میشد. در 4 طرف کعبه نامه مانده شده مصلی حنفی، یعنی اینجا جای نمازی کیست؟ امام حنفی، او طرفش شافعی، او طرفش مالکی. امی شخص موحد که الله از دستش راستی که کار دین گرفته، عملا امی آدم آمد کل گیره در یک امام چی کرد؟ آلی الحمدلله از برکت یزوسته که پشت یک امام کلگی چی میشه؟ نماز میخوانه. وگرنه 4 جماعت میشد، 4 جماعت. آلی فهمیدی؟ دین ما را دعوت به وحدت میده یا گرفته بود حتی در حرم در مرکز توحید الله نماز چند ایست جور کرده بود؟ 4 قسم کرده بود. قرآن چی میگه و ما چی کنیم؟ تو بیا دیگه. بله تعصب مذهبی، افراط یا محبت مفرطی که در مورد مذهب داری، اینی یک پرده جور شده در پیش روی تو را نمیگذاره که تحقیق بکنی دیگه طرف بروی مطالعه بکنی که راستی دیگه جای هم یک چیزی هست یا نیست. باز بعد از او برات معلوم میشه حقیقت امر. در غیر از او حالی دیگه هم یک در افغانستان مذهب حنفی یک وحی آسمانی نازل شده، دیگه طرف که کسی بیره میگه دره زده شوه. چی زده شوه؟ دره زده شوه. الله رحم بکنه. کل حزب، هر حزب بما لدیهم، به او چیزی که پیش خودش است، فرحون شاد است، خوشحال است که من اینطور هستم، بلکه او را مدح کرده رایسته. میگه ما پیروی امام اعظم میکنیم، امام اعظم از او خاطر ما خوب هستیم. امام ابو حنیفه رحمه الله از دیگه 3 امام کده، بله در 3 سال کلان است، اما اعظم حقیقی نیست. اعظم حقیقی محمد رسول الله است که کل پیغمبران پشتش اقتدا کردن. فذرهم فی غمرتهم، الله متعال میفرماید زمانی که اینی رقم است که انبیاء علیهم السلام برنامه توحید آورده بود که کل امتا یک امت واحد باشه، لیکن یا گرفتن هر کدام بری خود شاخ کشیدن، هر کدام بری خود راه را لایده کردن، جدا جدا دینی خود ټوټه ټوټه کردن. الله میگه فذرهم، بگذاری آره فی غمرتهم، دمو بیوشی و بمو جهالت و غفلتشان. مخالفت انبیاء علیهم السلام میکنه، بان که خیر سرگردان بگرده، حتی حین دمو سرگردانی خود بگردن تا یک مدتی را که چه رقم میگرده. ایحسبون انما نمدهم، آیا یا میپنداره، این را الله علی بیان میکنه که یا امو فقط پندارهای
بی اساس خودشان است، دلی خود سرش خوش میکنه که ما در جنت میریم، خبر نداره که جنت خو بری خود اموری عملی میخواد، تطبیق عملی میخواد و او تطبیق عملی به کدام مسلک وابسته نیست. چطور میگه؟ انما نمیدم، گمان دارن میپندارن که ما یارا مدد میکنیم، زیاد میکنیم بهی آن چیزی را که یارا زیاد میکنیم به او چیز چیست؟ من مال از مال و بنین از اولادا. فکر میکنه که نسارع لهم فی الخیرات، ما شتاب میکنیم، جلتی میکنیم برای از یاد در کارهای خیر. یا اینطور فکر میکنه که مال اولادشان زیاد میشه، فکر میکنه که ما خیری از یار زیاد میکنیم. نه، بل لا یشعرون، بلکه هرگز یا شعور نداره، نمیفهمه که مال اولاد با واسطه مال اولاد یا در جهنم دیگه هم عذابشان سخت میشه. چرا؟ بس اوقات مال اولاد مانع است از پذیرفتن حقیقت دین. مال اولاد مانع میشه. یکی. دوم است که انسان وقتی که مال اولاد هم داشته باشه، خب زندگی مرفه راحت هم داشته باشه، باز یک دم در عذاب بری، این بسیار سخت تمام میشه. یکی رفتن آدم یک کمی سختی را تیر کرده، در یک جنجال واقع میشه، او قدر زیاد سر آدم سخت تمام نمیشه که راحت و عیش و عشرت زیاد باشه و یک دم در عذاب بیفتی، بسیار سخت تمام میشه. یا گمان میکنه که مال اولاد معیار خوبی خود دانسته که البته پیش الله محبوب و دوست هستن. نه، اینمی هم عذاب دردناک است. چرا؟ از ناز و نعمت، از عیش و عشرت بیرون برآمدن خودش یک عذاب است. چی است بگوی؟ عذاب است. ان الذين هم من خشیت ربهم، یقینا کسانی که از خشیت پروردگارشان یعنی با وجود ایمان و احسانشان مشفقون، ترس داره، مثل کفار وار مغرور نیسته، بلکه اثر خشیت از یا مکمل سر وجودی از یا طاری میشه، عارض میشه، سر وجودی از یا نمایان میشه. چرا؟ به خاطری که از تمام گناه ها و منیات خودداری میکنه. اینمی علامه و اثری کیسته؟ امو عقیده درونیشان است که و خشیت، او را خشیت تعبیر میکنیم. یا از خشیت پروردگار خود مشفقون، یا میترسن. سوال شد از ابن مسعود رضی الله عنه که چی رقم میترسه؟ مشفقون است. گفت بله، یا اینطور نیست که عمل نکرده باز میترسه، بلکه عمل انجام داده میترسه از اینکه قبول شده در دربار الله یا نشده. بندگان نیک الله ترس از الله متعال وقتی داره که عمل انجام داده، ترس از زیر داره که یا الله قبول میکنه یا نمیکنه. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، دیگه او کسانی که یقینا با آیاتهای الله، نشانه های الله یا احکام الله، اگر او تقدیری است، کونی است یا شرعی، ربهم از پروردگار خود یؤمنون، ایمان داره، باور داره. والذین هم مؤمنا هم بربهم، که با پروردگار خود لا یشرکون، شرک نمیارن، یعنی شریک جور نمیکنه. والذین هم کسانی که یؤتون ما آتوا، میدهند در راه الله متعال ما آن چیزی را که میده، و قلوبهم وجلتون، با آن هم دلهایشان خیلی در ترس است از قبول شدنش، انهم الی ربهم راجعون، که یا به سوی پروردگار خود بازگشت میکنه. آیا حقوق الله را پوره کرده یعنی کلیش این کارا را کرده باشه. در اینجا الله والذین یؤتون ما آتوا انفاق گرفته، میدهند مالای خود در راه الله آن چیزی را که داده. یک معنی است. دوم معنی والذین، و کسایی که یؤتون آمدن میکنه ما آن چیزی را آتوا که آمدن کرده از حقوق الله و مخلوق الله کلشه، یعنی حقی کسی را تلف نکرده. این معنا راجح است. و قلوبهم وجلتون، دلهایشان در ترس است از اینکه قبول نشود عباداتشان، میترسن که اگر قبول نشود سخت سرشان تمام میشه. انهم الی ربهم راجعون، که یا به سوی پروردگارشان باز میگرده و عملشان مقبول هم نباشه، از او خاطر یا میترسه. اولئک، این مردم یسارعون فی الخیرات، جلتی میکنه در کارهای خیر، کاری که موافق قرآن و حدیث باشه از دیگه پیشی میگیره. و هم لها سابقون، یسارعون جلتی میکنه، تال متال نمیکنه، بلکه زمانی که کاری خیر پیدا میشه همی دستی اقدام میکنه. و هم لها سابقون، یا برای خیر سابقون، از دیگرها قدم سبقت میکنه، اول نمره میشه، درجه اول، نمره اول میگیره. در اینجا الله متعال عجیب تفصیل کرده. و مردم هم سرعت میکنه برای انجام عمل و هم از دیگه کده سبقت کرده، پیشی گرفته. چرا؟ به خاطری که اینمی اعمال نشأت کرده از عقیده بالای توحید الله و آخرت،
کسی که این اعمال از روی عقیده انجام میده او جدا اهمیت داره. لا نکلف ولا نکلف نفسا، ما مکلف نکردیم یک نفس الا وسعها مگر به اندازه توانش. یعنی این اعمالی که مؤمنان انجام داده سخت نیست. چرا؟ به خاطری که الله هیچ وقت کسی را مکلف به چیزی نمیکنه که او از توانشان بیرون باشه. این کار الله متعال نمیکنه. یا دایی لا نکلف دفع شبهه را میکنه، یعنی بسیار مردمی کارا را نمیتونه. الله میگه میتونه. چرا که الله مکلف نمیکنه یک شخص مگر به اندازه توانش. ولدینا کتاب ینطق بالحق، پیش ما یک کتابی است، مراد از پیشش اعمال نامه است، یعنی ثمره اعمالی مردم مکمل محفوظ است، مسئول است، هیچ ضایع نمیشه. به نزد ما اعمال نامه حالاتی واقعی، کدام اعمالی که مردم از نیک انجام داده، مسارعت در کارهای خیر کرده و از دیگرها اول نمره شده، کلش ثبت است، ثمرش ضایع نمیشه. و هم لا یظلمون، سری از یا ظلم کرده نمیشه، نه گناه زائد نوشته میشه و نه ثمره و ثوابشان کم. بل قلوبهم فی غمرة، بلکه دلهای از یا، یعنی این مردمایی که نعوذ بالله عمل نیک نمیکنه، باز امرای انبیا علیهم السلام تعقیب نمیکنه، این مردم دلهایشان فی غمرة، در جهالت و شک است. من هذا، از امی اعمال نیکوی خود، یا در شک هستند از امی دعوت انبیا علیهم السلام. ولهم اعمال، برای از یا عملای خبیثی دیگه هم است، من دون ذالک، غیر از اینکه نمیپذیره دعوت پیغمبرا را. یک مانا، یا برای از یا عمل است غیر از این عمل جهالت و چیش شک و ترددش، یعنی یا اعمال کفری دیگر هم داره. هم لها عاملون، که او امو اعمال کرده رایسته مسلسل، دیگه اعمال خبیث هم داره که یا کرده رایسته بر علاوه از اینکه شک و تردد در دعوت پیغمبرا داره. حتی اذا اخذنا مترفیهم، یعنی این مردم ها دمی جهل دمی شکی خود دمی طور دائم هستند، تا ای که وقتی ما بگیریم مترفیهم، مردم های عیش پرستی از یاره و سود حالی از یاره، بالعذاب به عذاب، اذا هم یجأرون، ناگهان باز فریاد میکشن، لیکنی فریادا بی فایده است، به کاری از یان نمیه. چرا که بی موقعی است، اینطوری فریادا هیچ فایده ای نداره. لا تشعروا اليوم، گفته میشه که آلی فریاد نکشی امروز، انکم منا لا تنصرون، یقینا شما از جانب ما امدادتان کرده نمیشه، به خاطری که فریاد و زاری از یاد دار عمل مناسب بود، لیکن یا در دار عمل نه، در دار جزایی فریاد را میکشه، اونجا موقع عمل نیست. قد کانت آیاتی تطلع علیکم، چرا آلی افسوس ارمان میکنی و میگی که ما را پس ببر که یک دفعه در دنیا بریم؟ الله میگه یقینا بود آیت آیمت که تلاوت کرده میشد علیکم بالای شما، فکنتم شما بودی علی عقابکم، با پاشنه هایتان تنکسون رجوع میکردی، اعراض میکردی، مستکبرین به، تکبر کنان بالای امی قرآن کریم، امی بیان تکبر میکردی. قد کانت آیاتی تطلع علیکم، بود آیت آیمت تلاوت کرده میشد بالای شما تا که شما را درس عبرت بده و شما بیدار شوی. آلی نعره میزنی، فریاد میکنی، او وقت براتان تلاوت میشد. فکنتم شما بودی علی عقابکم، به پاشنه هایتان تنکسون رجوع میکردی با نمی کتاب الله یا دعوت پیغمبر، یعنی شما تکبر میکردی. بیهی سامرن، مستکبرین تکبر کنان، بیهی سامرن به می قرآن کریم یا به دعوت پیغمبر، سامرن بیدار خوی میکردی، تهجرون حج بیهودگویی میکردی، بعد از خفتن می نشستن قرآن کریم القاب غلط می دادن، دعوت پیغمبر را به باد مسخره می گرفتن. سمر ایره میگه که بعد از خفتن خواب نکنی، با کارهای گپای دیگه خود بیدار تیر کنی. تهجرون حجر میگه بدگویی و بیهدگویی را، چیزی که مقصد نداشته باشه. شما بودی که آیات قرآن کریم از پیشش تکبر میکردی نمیشونیدی، باز بینمی قرآن کریم صابرن بیخوی را تیر میکردی، به گپای دیگه تهجرون گپای بیهوده میگفتی. افلم یدبروا القول، آیا یا فکر نکردن در این قرآن کریم و در اعجازش، در فصاحت و بلاغتش، در خبر دادنش از غیب، در این جذابیتی که قرآن کریم داره؟ الله متعال عالی در اینجا بیان میکنه چرا اولین عامل بدبختی همی مردم و کدام است؟ اندیشه و فکر خود معطل کرده. الله بسیار وسیله قوی برای فکر برش داده، لیکن این مردم از پیش استفاده نکرده. کتاب الله آمده،
اگر کمی اندیشه و فکر در قرآن میکردن حقیقت قرآن و کلام ای کلام درک میکردن که کلام معجز است و این محتوای خیلی مهم داره، لیکن یا تدبر نکردن. افلم یدبروا القول، آیا یا تفکر نکردن در قرآن کریم؟ ام جاءهم ما لم یأتی آباءهم، یا آمده برشان وحی که نه آمده به پدرایشان الاولین که پیش تیر شده. یا خو یک عذر پیش کنه، یک عذر پیش کنه که ما چرا ایمان نآوردیم. یکی از جمله اسبابی که سبب گمراهی از یا شده که خود کلان تراشیده، تدبر در آیات قرآن نکرده. بعد از اینکه آیات های قرآن شنیده، از این آیت معلوم میشه که اگر کسی قرآن تلاوت میکنه، حفظ میکنه، اما تدبر نمیکنه، تدبر وقتی میشه که انسان معنای قرآن بفهمه، او وقت تدبر میتونه. اگر کسی تنها قرآن حفظ میکنه، این دیگر نجاتت نیست، بلکه تدبر شوه، تفکر بکو در معانی و مقاصد آیات قرآن کریم. مسلمان باید همینطور باشه. ام جاءهم ما لم یأتی، آمده برایشان آن چیزی که نآمده آباهم به پدرایشان الاولین پیش. نه دعوت خود جدید نیست، بلکه دعوت امو دعوتی است که انبیاء علیهم السلام سابقی را دعوت داده بود. اگر دعوت جدید می بود باز برای از یک عذر بود، اما دعوت جدید نیست. ام لم یعرفوا رسولهم، یا است که پیغمبر نشناخته. پیغمبر علیه السلام یک شخصی ناشناخته و هویت مجهول داره، فهم له منکرون، پس یا از صداقت و دیانت و امانت داریش منکرون، خبر نداره، این کار میکنه. چطور است؟ پیغمبر خود خوردی یا مکمل شناخته، لقب امین و صادق برش داده، خودشان میشناسه. زندگی پیغمبر در پیش نظرشان مکمل تیر شده. 40 سال رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین از یا زندگی کرده، یا نمیشناسن پیغمبری خدا، رسول هم پیغمبری خدا، صداقتش، امانتش، دیانتش است پیغمبر. تو گویی که نمیشناسه. اگر اینطور می بود باز برشان یک عذر بود، لیکن آل پیغمبر به تمامی معنا شخصیتش مکمل میشناسه که پیغمبر کدام شخصیت است و تا 40 ساله جیگه پاره به مردم نگفته بود. ناگهان دعوت شروع شد. باید که یا بپذیره بعد از تأمل که بله این مردم ها واقعا راه درست گرفته و اینطور حالت نمیمانه برای از یا باید یا تأمل میکردن که قرآن مزایش میفهمیدن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.